سلام دوستان، برای ساخت امضا با هوش مصنوعی این آموزش رو حتما ببینید. خب اول وارد این سایتی که من لینکش رو زیر همین ویدیو واسهتون میذارم میشیم. بعدش میریم به این قسمت ها میرسیم. اینجا اسممون ازمون میخواد که خب طبیعتا ما به انگلیسی مینویسیم. بعدش فامیلیمون ازمون میخواد و این قسمت هم که اجباری هم نیستش، مثل نام پدر یا همچین چیزی ازمون میخواد که خب ما همینقدر واسمون کافیه تا این بخواد درست بشه، چون یکم طول میکشه. از این قسمت ما میتونیم رنگ اون امضامون رو بیایم و تعیین بکنیم. توی این قسمت میتونیم استایل اون امضایی که مد نظرمون رو بهش بدیم، یا میتونیم مثلا بگیم همش رو شما در نظر بگیر که در نظر میگیره. این قسمت هم که همین قسمت نام خانوادگیه. توی این قسمت تعداد امضاهایی که با این سایت ساخته شده رو داره به ما نشون میده که 630,000 بودن که خب یه عدد خیلی خوبیه. نکته که هست، اگه یکم با این سایت امضا بسازین، باید توی سایتش توی شبکه‌های اجتماعیش باید بیاین و عضو بشین و یه سری محدودیت عضو داره، یعنی تا یه حدیش رایگانه، بعدش هم البته رایگانه، ولی خب شما باید عضو یکی از شبکه‌های اجتماعیش بشین. یادتون نره اگه به هوش مصنوعی علاقه دارین، حتما سایت ما که آدرسش telmi.ta رو به سر بزنید و از اخبار هوش مصنوعی مطلع بشید و شبکه‌های اجتماعی ما رو هم دنبال بفرمایید. خب دوستان، همونطور که اینجا میبینید الان واسه ما یه سری امضا اینجا ساخته و انصافاً هم امضاهای خیلی قشنگیه با طرح‌های مختلف و هنوز هم داره میسازه. اگه از این راضی نبودین میتونید به اینا رو ببینید. یه نکته دیگه که میخوام بهتون بگم، اینجا خودش اومده آموزشش رو گذاشته. اگه بازم خواستید میتونید اینجا رو هم ببینید. اما چجوری اینا رو دانلود کنید؟ خب روی این کلیک میکنید که اینجا به شما نشون میده این امضا به این صورت در میاد. اینا هم بدونید. اما واسه دانلودش این قسمت رو ما کلیک میکنیم و میتونیم به صورت JPG یا PNG دانلودشون کنیم و از این قسمت هم میتونیم اینا رو ادیت کنیم. همونطور که گفتم رنگش رو عوض کنیم و حتی ما اینجا یه سری با خط و اینا اینجا بکشیم. معذرت میخوام، این برای اینه که ما یه سری خط اینجا بکشیم. بعدش هم میتونیم اینجا کدش رو پاک کنیم. تا آموزش‌های بعد همراه من باشید و البته اگه نظری یا سوالی داشتید حتما بپرسید، من بهتون جواب میدم. خسته نباشید.